بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم. در آیات گذشته جمله معترضه و در واقع دلیلی بود برای صداقت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. آیه ما قبل این تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و انک لمن المرسلین، این آیاتی که ما تلاوت میکنیم و از اقوام گذشته و از پیشینیان سخن میگوید دلیل هست بر اینکه شما از مرسلین و از رسول الهی هستید، از رسولانی که خدای عزوجل برای هدایت بشر فرستاده. حال در این آیات الله عزوجل تفاضل رسول را و فضیلت رسول را و برتری رسول را بعضی را بر بعضی بیان فرموده. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، این رسول ما فضیلت دادیم بعضی را بر بعضی. الله عزوجل رسول را فرستاده، ایمان به همه رسول لازم و واجب هست، اما در میان این رسول تفاضل هست. بعضی ها افضل از بعضی، بعضی بر بعضی برتری دارند، چنانچه الله عزوجل به بعضی از برتری ها و بعضی از فضیلت ها اشاره فرموده. مثلا منهم من کلم الله، بعضی از اونهایی هستند که خدا با اونها بلا واسطه کلام فرموده، مثل موسی نبی علیه و علی نبینا افضل الصلوات و التسلیمات. و رفع بعضهم درجات، و درجات بعضی را الله تعالی مرتفع فرموده، بلند فرموده. بعضی دیگر منظور اینه که درجات دارند بر بعضی. ببینید بعضی از رسول نسبت به بعضی دیگر درجات جزئی دارند، بعضی درجات کلی دارند. درجات جزئی مثلا به طور مثال عرض می کنم، چند تا طلبه هستند که یکی از اون طلبه ها در درس ترجمه، مثلا در درس تفسیر قرآن از بقیه برتر است، قرآن را خوب میفهمه. این یک فضیلت جزئی هست. اما یکی دیگه هست که نسبت به همه علوم از دیگران برتر است. این فضیلت فضیلت کلی هست و اون اولی فضیلت جزئی هست. انبیا بعضی ها در یک بعد
فضیلت دارن، بعضی ها در بعد دیگر، بعضی ها در فضیلتشون کلی هست. مثلا درباره صحابه آن حضرت صلی الله علیه وسلم بعضی از اوصاف را نسبت به بعضی بیان فرمودن. ارحم امتی به امتی ابو بکر، اشدهم فی امر الله عمر، اصدقهم حیاء عثمان. الان عثمان در این وصف فضیلتش زیاد هست، اما در این وصف که بیشتر و بهتر است، این مستلزم فضیلت کلی نیست. مثلا و اقضاهم علی، ابو عبیده امین هذه الامه. هر یکی در یک وصفی می درخشد. پس انبیا هم همچنین. عیسی علیه السلام این فضیلت را داره که معجزاتی که عیسی داشت، اون معجزات را کمتر پیغمبری داشت، بقیه پیغمبران نداشتن. یک پیغمبری در زهد و عبادت و ریاضت معروف است، یک پیغمبری در ملوکیت و پادشاهی معروف است، یک پیغمبری در جهاد و در تبلیغ مجاهده 950 سال تبلیغ کرده معروف است. اما فضیلت کلی برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که امام انبیا قرار گرفت. بنابراین و منهم من کلم الله، بعضی ها هستن که خدا با اونها سخن فرموده، اما و رفع بعضهم درجات، بعضی را الله در درجاتی از بقیه مرتفع و بلند و بالا قرار داده. مراد از این بعض دوم حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. چنانچه قرطبی فرموده المراد ببعضهم هنا النبی صلی الله علیه وسلم. اینجا مراد از بعض رسول الله است، کما ینبع عنه الاخبار بکونه صلی الله علیه وسلم منهم. بعد از موسی آورد، چون که وقتی که شما بگویید که موسی پیغمبری هست که با خدا هم کلام شد، شاید این مسئله در ذهن ایجاد بکنه که اون از همه برتر است. لذا بعد از اون الله فرمود نه و رفع بعضهم درجات، بعضی دیگه هستن که در درجات زیادی الله به اونها ارتفاع رفع درجات فرموده. خب حال یه سوال اینجا هست. سوال اینه که در حدیث شریف آمده، در روایت ها آمده که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود مرا بر موسی ترجیح ندهید، مرا بر یونس ابن متی ترجیح ندهید، یعنی نگویید من از اون بهترم. خب چطور شما میگویید که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم از همه افضل تر است، در حالی که الله میفرماید مرا از اونها برتر قرار ندهید؟ این معنایش را محدثین و علما گفته اینه که پیغمبر را چنان وصف کردن که از این وصف و تعریف تنقیص بقیه پیغمبران لازم بیاد، کسر شأن بقیه پیغمبران لازم بیاد، جایز نیست. مثلا بگیم پیغمبر ما چنین بود، اون پیغمبر چنین نبود، پیغمبر ما این وصف را داشت اون نداشت. به این شکل تقابل که برتری پیغمبر و عرض کنم که تنقیص و عرض کنم که به نوعی بگیم که توهین پیغمبری دیگه لازم بیاد، این درست نیست. اون به این معنا هست و آتینا عیسی ابن مریم البینات، و ما به عیسی ابن مریم معجزات دادیم، و ایدناه بروح القدس، و او را با روح قدس و جبرائیل که همیشه در کنارش بود و او را حمایت میکرد تاییدش کردیم. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات. الله میفرماید اگر الله میخواست درگیر نمی شدن، نمی جنگیدن کسانی که بعد از انبیا آمدن، بعد از اینکه بینات پیششان آمد به واسطه همین پیغمبران. یعنی این پیغمبران با وجود اینکه اینها صاحب درجات و صاحب فضائل بودند، بعد از اونها پیروان اونها در جنگ ها، در درگیری ها گرفتار شدند. علتش هم
همین در اختلاف بود. الله میفرماید که اگر الله میخواست نمیشد، ولکن اختلفوا، اما اختلاف کردند. این علت اون جنگ هست. فمنهم من آمن و منهم من کفر، بعضی از اونها ایمان آوردن به اون انبیا و بعضی کفر کردند بغیا و عنادا، لذا جنگ درگیری شد. ولو شاء الله ما اقتتلوا. این الان دلیل، در واقع شما استهزار دارید که آیات قبلی درباره جهاد بودند، حال این دلیل جهاد است که چرا جهاد مشروع شد. ما پیامبران را فرستادیم، پیامبران این انسانهای وارسته و ویژه آمدند، اما بعد از اونها امتهای اونها با هم درگیر شدند، بعضی ایمان آوردند بعضی کفر کردند، این موجب جهاد شد. لذا ولو شاء الله ما اقتتلوا، اگر الله میخواست با وجود اختلاف هم اونها درگیر نمی شدند، ولکن الله یفعل ما یرید، اما الله عزوجل انجام میده اون چی که خودش، اون چیزی که میخواهد، یعنی از روی قدرت و از روی حکمت. هر جا شما خواندید که هم قدرت و هم حکمت. ولا یعلم حکمت ما یفعل الا هو، اون چی که الله انجام میده حکمتش را هیچ کس نمیداند مگر خود الله عزوجل میداند. پس ببینید این دلیل جهاد است، این دلیل جنگ کردن با کفار است. یا ایها الذین آمنوا انفقوا، باز بعد از جهاد بحث انفاق، که این دوتا اصل و دوتا موضوع در کنار هم می روند. لذا الله می فرماید قبل از اون که روز سختی بیاید که در اون روز بیع و معامله نمیشه، الان معامله میشه با خدا، مال بده بهشت را بخر. قبل از این که اون روز بیاید که هیچ معامله نمیشه، هیچ عملی قبول نمیشه، قبل از اون شما انفاق بکنید تا جهاد تقویت بشه، تا این حکم الله عزوجل اجرا بشه. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آوردید، خرج کنید از آن مالی که ما به شما رزق دادیم. رزق داده کی داده؟ الله داده. من قبل ان یأتی، قبل از اینکه بیاید، یوم لا بیع فیه ولا خله، روزی که در آن روز هیچ معامله نیست، ولا خلتون، و هیچ دوستی نیست، یعنی دوستی که بگیرد دست دوست را، ولا شفاعتون، و نه شفاعت و سفارشی، سفارش هم اونجا نمیشه الا باذن الله میشه که میخوانیم. والکافرون هم الظالمون، کافران آنها هستن ظالمان. این علت انفقو هست، خرج بکنید تا جهاد تقویت بشه، چون کافران ظالمن، جلوی ظلم گرفتش بشه. قبلا هم عرض کردیم فلسفه جهاد چی هست؟ جلوگیری ظلم هست. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه، برای بار سوم مدعا، موضوع اصلی و اساسی سوره انجام میگیرد و بیان میشه. اون موضوعی که جهاد به خاطر اون انجام میگیرد، انفاق برای او میشه، دلائل برای اثبات او هست، تخویف و تبشیر هرچی هست به خاطر اثبات موضوع آورده میشه. پس این به مثابه محور است، اساس است، هرچی که بقیه موضوعات هستند حول این میچرخند. الله عزوجل در این آیه مبارکه دوباره اون موضوع را به شکل اتم بیان فرموده. و آیه کرسی، این آیه معروف است به آیت الکرسی. این آیت الکرسی از آیاتی هست که به شکل عجیبی و به شکل بسیار زیبایی توحید الله عزوجل را و همچنین اوصاف الله را آنگونه که لایق هست و آنگونه که سزاوارش هست بیان فرموده. و این آیه فضائل بسیار زیادی دارد. این آیه را همیشه اگر بخونید زندگی شما پرخیر و پربرکت میشه. در حدیث شریف داریم هر کسی که بعد از هر نماز میخوانه، نمازهای فرائض منظور هستند، سلام که میگویید بعد آیت الکرسی بخوانید،
هر کسی که بعد از هر نماز آیه کرسی را بخواند بین او و بین بهشت فقط موت حائله، مرگ حائله، یعنی به محض اینکه بمیرد مستقیم به بهشت میره. و هر کسی که شب وقتی که میخوابد این آیت الکرسی را بخواند الله عزوجل تا صبح او را به وسیله فرشتگان خاصی حفاظت میفرماید. پس این آیه بسیار آیه دوست داشتنی، آیه مؤثر و آیه هست که توحید خدای عزوجل بیان شده. الله میفرماید الله لا اله الا هو، الله آن ذاتی هست که نیست هیچ معبودی لایق الوهیت و عبادت الا هو بجز او. اصل همینه که انسان اقرار بکنه معبود من فقط او هست، غیر از او هیچ کسی را عبادت نمی کنم، سجده نمی کنم، دعا نمی خوام. الحی القیوم، دلائل الله لا اله الا هو، خدا که معبود یگانه است. به چه دلیل؟ دلیل اول الحی، او زنده هست. الحی القیوم باز از صفات خدای عزوجل دو تا صفت هستند که حتی بعضی از مفسرین معتقدند اون اسم اعظمی که در احادیث آمده این الحی القیوم است، که انسان وقتی که دعا می کند با این کلمات رب را فریاد بزند دعایش انشاءالله قبول میشه. چون در حدیث داریم وقتی که انسان با اسم اعظم الله را بخواند و دعا بکند دعایش قبول میشه. الحی القیوم معنی یا حی یا قیوم وقتی میگی قبول میشه، بالخصوص یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. پس الله آن ذاتی است که الحی هست، این دلیل اول هست، حی هست، زنده هست. ببینید شما هم میتونید ادعا بکنید من زنده هم، بقیه مردم هم زندن، خیلی ها زندن، ولی اینجا حی به معنی این مطلق زنده بودن نیست. زنده که زندگیش صفت ذاتی او هست، از ازل بوده تا ابد خواهد بود. به این معنی من و تو امروز هستیم فردا نیستیم، اما او زنده است. هو الحی الذی لا یموت، هو الحی الذی لا یموت، چنان حی هست که موت بر او نمی آید. القیوم این دلیل دوم الله لا اله است. القیوم، قیوم یعنی چه؟ قیوم اون که خودش همیشه قائم و دائم است و هر چیزی دیگه با تکیه بر او و کمک او قائم است. مثلا او قیوم هست، قائم و دائم. این آسمان اگه قائم است با لطف او، این زمین اگه وجود داره، بقیه من و شما قائم هستیم با لطف او، بدون او هیچ. اما او عرض کنم که قائم و دائم هست ذاتاً، از کسی دیگه نگرفته. این صفت هم یکی از صفات ویژه هست، مخصوص خدای عزوجل است. کسی را نمیشه که به این وصف متصف کرد. تفسیرش را که عرض کردم، خودش همیشه قائم و دائم هست و بقیه تمام قیامشون به کمک او هست، بنابر احتیاج به او هست. خب مخصوص خدا هست یا نیست؟ لذا در بعضی از کتاب ها بعضی از بزرگان را توصیف کردن قیوم، گفتن این درست نیست، صفت خدا را به اونها دادن است و این گناه بزرگی هست. این صفت را نباید به کسی غیر از الله داد. دلیل سوم الله لا اله الا هو، لا تأخذه، الحی دلیل اول، القیوم دلیل دوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، او را خواب نمیگیره. سنه یعنی چرت، پینکی، یعنی همون نوم خفیف. و خود خواب هیچی که بی از اینها نیاز ندارد. او همیشه کل یوم هو فی شأن، همیشه به امور بندگان مشغول است، به امور خلائق مشغول است. خواندیم در سوره رحمان، به یکی میدهد، از یکی میگیرد، یکی را زنده میکنه، یکی را میکشد.
یکی را مریض میکنه، یکی را صحت میده، یکی را اولاد میده، از یکی اولاد میگیره. کل یوم هو فی شأن. پس الله عزوجل هیچ خواب خفیفی و خوابی ندارد. دلیل چهارم، له ما فی السماوات و ما فی الارض. تصرفات همه مال او هست، فقط و فقط مال او هست. له تقدیم معنی حصره، فقط و فقط مال او هست آنچه که در آسمان است، این تمام تصرفات آسمانی، و ما فی الارض، تمام اون تصرفات که در زمین هست. در زمین عرض کنم ذره ای را کسی نمیتونه تکان بده بغیر از اذن او. دلیل پنجم، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. شفاعتی هم در دربار او بدون اذن و بدون اجازهش نیست. من ذا الذی، کی هست اون کسی که یشفع شفاعت کند در بارگاه او، الا باذنه، مگر به اجازه الله، به اذن الله. پس خدایان را بعضی به نیت شفاعت صدا می زدن، شفاعت اونها نمیتونن بکنند. الله اگر اجازه بده شفاعت، اونم برای کسی که اهل ایمان و اهل توحید باشه، نه اهل ندای غیر الله و اهل الشرک. دلیل ششم، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. قبلا بیان قدرت بود، الان بیان علم هست. یعلم ما بین ایدیهم، کمال قدرت بود اول، این کمال علمیه. میداند آنچه که جلویشان هست، و ما خلفهم، پشت سرشان هست، یعنی گذشته و آینده را، مال مخلوقات را، همه را میداند الله عزوجل. مخلوق نمیدانند، او که میداند. و دلیل هشتم، ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. بندگان به هیچ چیزی، هیچ جزی و هیچ بخشی از علم او را احاطه نمی کنه. من علمه یعنی من معلوماته، الا بما شاء، مگر به اندازه که خودش بخواهد. یعنی خودش بخواهد به بندگان خودش از علمش میده. اما پس معلوم میشه به بندگان اگر علمی بده، منظور علم غیب نیست، بقیه علوم هستند. این علم اینها عطایی هست، علم الله ذاتی هست. پس علمش هم محیط به کل شی هست و علمش را هم هیچ کسی ندارد. وسع کرسیه السماوات والارض. و هشتم، دلیل هشتم، وسع، در بر گرفته کرسی او آسمان ها و زمین را. کرسی او آسمان ها و زمین را. اونجا علم کامل بود، اینجا قدرت و پادشاهی کامل است. کرسی به چه معنا؟ شما میدونید از نظر زبان عربی و همچنین فارسی، کرسی کرسیه، یعنی صندلی، تخت. پس کرسی او آسمان ها و زمین را در بر گرفته. اولا این نکته را عرض بکنم که بعضی از بزرگان مثل حسن بصری رحمه الله معتقدند که عرش و کرسی یک چیزه. عرش الهی و کرسی یک چیز است. بعضی میگن نه، کرسی کوچکتره، عرش خیلی بزرگتره، کرسی غیر عرش. تذکرش در قرآن و سنت آمده، به نام عرش آمده، به نام کرسی آمده. حسن بصری میگه هر دو یکیه، اما باقی علما میگه نه، دو تا هستن. کرسی بیشتر مفسران معتقدن کنایه از پادشاهی هست. از ابن عباس همین منقول است، کنایه از پادشاهی. چنانچه تفسیر معالم میگه کرسیه یعنی ملکه و سلطانه، پادشاهی و سلطنت او. تفسیر کبیر گفته المراد من الکرسی السلطان والقدره والملک. کبیر مراد از کرسی
سلطنت خدا، پادشاهی خدا، ملک خدا، تمام زمین و آسمان را در بر گرفته. و بعضی میگویند مراد از کرسی علم است، یعنی اون بعد یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم یکی هست، ولا یحیطون بشیء من علمی، با اون یکی هست. پس اینجا هم همون علم تعبیر شده به وسع کرسیه السماوات والارض، علم او تمام آسمان ها و زمین را حاوی و شامل است. خب این دلیل هشتم بود بر الله لا اله الا هو ولا یؤوده حفظهما. این دلیل نهم است، او را خسته نمی کند حفظ اینها. الله عزوجل از خستگی پاک است، اینا عیبند، از عیوب، همه عیوب پاک است. و دلیل دهم و هو العلی العظیم، فقط او هست علی، برتر و بالاتر از هر چیزی، از هر مخلوقی. العظیم بسیار بزرگ است. لذا برتری الله و بزرگی و عظمت الله به قدری هست که هیچ چیزی را نمیشه تصور کرد در مقابل او. پس این آیه کرسی هست که در این آیه کرسی ادعای توحید هست با 10 تا دلیلش. به این خاطر این آیه بسیار محبوب است، بسیار زیبا هست و هر کسی که با ربش محبت دارد و رب را میخواهد که آنگونه که سزاوار توصیف هست توصیف بکند، وصف او را بیان کند، بار بار آیه کرسی را زمزمه کند و در قلبش داشته باشد. لا اکراه فی الدین. این آیه هم متعلق جهاد است و دفع شبهه است. اولا آیه کرسی را خواندیم که اثبات بشه جهاد، انفاق، بقیه مسائل برای توحید است. حال که جهاد میشه این شبهی هست که باید مردم را به زور مسلمان بکنیم. جهاد برای اینه. الله میفرمه نه، لا اکراه فی الدین. در دین اجباری نیست، در دین اکراهی نیست که کسی را مجبور بکنیم بیاد در دین و داخل دین بشه. و اینطور هم ربط میشه که وقتی که خواندیم که رب دارای این مواصفات است، قدرتش چقدر زیاد است، علمش چقدر زیاد است، قدرتش کامل، علمش کامل. خب این شبهه پیش می آمد که پس او بندگان را مجبور میکنه که قدرت داره بر ایمان. نه، لا اکراه فی الدین. با وجود قدرتش الله مجبور نکرده. کفر میکنه به او، نانش را قطع نمیکنه، نفسش را قطع نمیکنه، هوا را از او نمیگیره، بقیه نعمتها را نمیگیره که او مجبور بشه ایمان بیاره. با وجود این سبحان الله به همه رزق میده، به همه امکانات میده، نعمت میده. لا اکراه فی الدین. پس اجباری در دین نیست. منظور اینه که مقصد جهاد این نیست که با زور شمشیر مردمان را مسلمان بکنیم، به ایمان بیاوریم. نه، قد تبین الرشد من الغی. رشد یعنی راه هدایت. اون راه هدایت روشن شده از گمراهی. الله عزوجل راه را روشن میفرماید، راه را واضح میفرماید، دیگه مجبور نمی کند. پس الله عزوجل میفرماید که روشن هست، اما کسی که به خدا ایمان بیاورد، الان که راه روشن است، دلایل مشخص. فمن یکفر بالطاغوت، هر کسی که کفر بکنه به طاغوت، یعنی یکفر یعنی ینکر، طاغوت را انکار بکند، طاغوت را نفی بکند. بله. و یؤمن بالله. طاغوت چیه؟ طاغوت قبلا درباره طاغوت
عرض کردم که چند معنی ذکر کردن، بعضی به معنی بت ذکر کردن، بعضی به معنی شیطان ذکر کردن، بعضی به معنی عالم سو که به سوی شرک دعوت میده ذکر کردن، بعضی به معنی پادشاه جابر که به طرف غیر الله پرستی و کفر انسان را میخواند یا به طرف عبادت خودش میخواند ذکر کردن. خلاصه برای طاغوت معانی زیادی 7-8 معنا ذکر کردن، اما جامع ترین معنایی که حضرت شیخ حسین علی رحمه الله میفرماید طاغوت کل ما عبد من دون الله، هر آن چیزی که بغیر از الله پرستش بشه، چه بت باشه، چون پادشاه بشه که بگه حکم خدا را اجرا نکنید، حکم منو اجرا بکنید، دستور خدا یعنی حجاب را اجازه ندارید اعمال کنید، دستور من را اعمال کنید، اینجا قانون من است، این طاغوته. اون عالمی که غیر از راه قرآن به مردم نشان میده این راه را بگیرید، راه خرافات، راه شرک، این طاغوته. پس کسی که طاغوت را با پشت پا بزند، انکارش بکند، تحویلش نگیرد و یؤمن بالله و به توحید الله ایمان بیاورد، به الله ایمان بیاورد انگونه که حق ایمان هست، فقد استمسک بالعروة الوثقى، این انسان چنگ زده به حلقه محکم. حلقه محکم چیه؟ العروة الوثقى. قال مجاهد العروة الایمان، اون عروة الوثقى ایمان است. این انسان به ایمان محکم چنگ زده، چنان چنگ زدنی و چنان گرفتنی که لا انفصام لها، انفصال و انفصام و جدایی برایش نیست، هیچ وقت دستش از ایمان کوتاه نمیشه، قطع نمیشه، جدا نمیشه. والله سمیع علیم. این ترغیب الی الاخلاص است. الله شنواست، داناست، سخن زبان شما را میشنود و سخن دل شما را میداند. پس اگر ایمانی هست برای الله باشد، خالص باشد. و بعد از این الله عزوجل 2 قاعده بیان میفرماید. قاعده اول این که کسانی که ایمان میآورند دوست اونها، حامی اونها، ولی اونها الله است، کسانی که به توحید ایمان دارند. و قاعده دوم، کسانی که به توحید ایمان ندارند، کفر میکنند، دوست اونها، حامی اونها طاغوت است. الله ولی الذین آمنوا، الله ولی و حامی کسانی هست که ایمان آوردند. یخرجهم من الظلمات الى النور، الله آنها را بیرون می کند از ظلمات و از تاریکی ها به سوی نور، می کشد اونها را از ظلمات، از شرک، از جهل، از کفر به سوی نور، یعنی توحید، ایمان، عمل صالح. این قاعده اول بود، قانون اول، بنویسی قانون اول. والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت، کسانی که کفر کردند به الله، به توحید، اولیای آنها فی زعمهم هم بنویسید، طبق گمان خودشان، اولیای آنها طاغوت است، طاغوت انسی یا جنی. عرض کنم که هر کسی که به خدا کفر و شرک کرده، دوست او طاغوته، حامی او طاغوته. طاغوت چه کار میکنه؟ اونی که به سوی شرک فرا میخواند، چه شیطانی باشد، چه انسانی باشد، پادشاهی باشد، چه عالم نمایی باشد، چه بتی باشد، هر کسی باشد. بله، یخرجونهم من النور الى الظلمات، اونها را بیرون میکن از نور. همون ایمان فطری که در فطرت هر انسان هست، از اون نور بیرون میکند به سوی ظلمات و تاریکی ها. نتیجه چی میشه؟ اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها اهل جهنم و اهل آتشند، همیشه در آتش ماندگار هستند. خب حال اینجا چند تا
جریان و داستان ذکر میشه. فکر نکنید که بدون ربط و بدون مناسبت هست. ما الان 2 تا قانون خواندیم، هر یکی از این داستان ها با یک قانون مرتبط است. مثلا گفتیم که طاغوت اولیایشان را به جای نجات چیکار میکنن؟ راهنمایی میکنن به سوی ظلمات، به سوی تاریکی، به سوی جهل و عناد و تعصب. یکی از نمونه هایش این داستان نمرود است با ابراهیم علیه السلام. نمرود از اون افرادی بود که اولیایش کی هستن؟ طاغوتن. ببین چطور راهنماییش کرد. پس این را می نویسید که متفرع بر قانون دوم، این داستان بر قانون چندم؟ دوم. اون وقت ربط این آیات برای شما معلوم میشه. الله می فرماید الم تر الى الذی حاج ابراهیم فی ربه. آیا دیدی اون انسانی را که بحث کرد با ابراهیم درباره ربش، محاجه کرد، جدل کرد، بحث کرد. ان آتاه الله الملک. سبب محاجه بنویسید، سبب بحث، سببش این بود که به این سبب که خدا به او ملک و پادشاهی داده بود. پادشاهی که داشت دیگه بحث کرد با نبی الله، با پیغمبر خدا بحث کرد. چه زمانی؟ اذ قال، این متعلق حاجه هست. اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت. زمانی که ابراهیم گفت رب من آن ذاتی هست که می میراند و می کشد، موت و حیات به دست او هست. موت و حیات همه به دست استدلال ابراهیمی بود. قال انا احیی و امید. این جواب نمرودی، منم زنده میکنم میکشم. پس من ربم. این ادعای ربوبیت هم داشت و بت پرست هم بود. به ابراهیم گفت تو به چه دلیل خدایان ما را عبادت نمی کنی؟ ابراهیم گفت ربی الذی یحیی و یمیت. او گفت انا احیی و امید. طبق گفته مفسران کسی که حقش اعدام بود و باید اعدام میشد او را از زندان آزاد کرد، و کسی که بیگناه بود و تو مسیر راه میرفت او را آورد کشت. گفت ببین من کشتم، زنده کردم. اونی که باید جز مرده ها بود باید اعدام میشد اون آزاد کردم، زندهش کرد. این زندگی و موت ما تحت اسباب هست. اینقدر کودن بود که نمیفهمید ابراهیم چی داره میگه یا نخواست بفهمه. ابراهیم از ما فوق اسباب داره صحبت میکنه، بلا اسباب. این داره از اسباب کار میگیره و کاری میکنه. ابراهیم علیه السلام نکته ای را آورد که اونجا ما تحت اسباب هم کسی نمیتونه کار بکنه. ابراهیم گفت رب من از مشرق میاره به مغرب خورشید را. خب شما بیار از مغرب برعکس بیار، از مغرب تمام امکانات کشورش را به کار می برد و تمام انسانها را و هرچی رعیتش بود با خود می برد. همین کار را الان تمام دنیا این کار را بکنه نمیتونه. تمام قدرت های پوشالی مثل قدرت ترامپ و انگلیس و آلمان و فلان و فلان همین کار را نمیتونه بکنه، نه ما تحت اسباب نه ما فوق اسباب. پس ابراهیم چنین چیزی را آورد. قال ابراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق. ابراهیم فرمود که الله میآورد خورشید را از مشرق. فأت بها من المغرب. بیاور تو او را از مغرب. فبهت الذی کفر. ما تو مبهوت شد اون کافر، اون کسی که کفر کرده بود. این علت است. والله لا یهدی القوم الظالمین. خداوند هدایت نمی فرماید چنین قوم ظالم. وقتی که ماتمند ماند گفت که برایش آتشی روشن کنی که تو آتش بندازی. مردم را گفت که حفره بزنید، هیزم جمع کنید، تا آتش بزرگی درست کردن. ابراهیم را تا وقتی بازداشت کردن تا آتش آماده بشه. تنگ آمد به جنگ آمد، دلیلی نداره.
همیشه ظالم و ستمگر وقتی که در مقابل حق و اهل توحید کم میاره دیگه متوسل به همین نوع زورها میشه. الله هدایت نمیفرماید چنین قومی ظالمین. پس ببینید این از اولیاء طاغوت است. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. این به سوی ظلمات داره میره. این متعلق به قانون دوم است. او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. این متعلق به داستان اول است، ببخشید قانون اول است. قانون اول چی بود؟ یخرجونهم من الظلمات الى النور. خداوند بندگان خودش را، مؤمنین را راهنمایی میکند از جهل، از کفر، از نادانی به سوی نور. چنانچه اینجا بنده خاص خودش را راهنمایی میکند. این بنده خاص خدا شهر ویرانه را میبیند و تعجب میکنه این شهر ویران شده، این دوباره چطور زنده میشه؟ انا یحیی هذه الله بعد موته. الله عملا نشون میده خودش را میمیراند، موت میده 100 سال 100 عام، که اون درازگوشی که با او هست، به اصطلاح الاغی که با او هست، او چی میشه؟ او همونجا میمیرد، میافتد، استخوانهایش بند میشه، از هم دیگه جدا میشه. بعد از 100 سال وقتی که بیدار میشه الله میفرمه ببین چطور من زنده میکنم. لذا یخرجونهم من النور الى الظلمات. این است، این ربط شد. بعضی میگن ربطش اینه که در آیه گذشته خواندیم ربی الذی یحیی و یمیت. اینجا خدای عزوجل نمونه از یحیی و یمیت نشان میده، چطور موت و حیات میده. خب این الذی مر علی قریة، این بنده ای که بر یک قریه رفت و گذر کرد، عبور کرد، کی بود؟ در این باره سخن مفسران بزرگوار والمار او کالذی مر، نه، والمار هو عزیر بن شرخیه، پیغمبر خدا عزیر بن شرخیه است. کما اخرجه الحاکم عن علی رضی الله عنه، از سیدنا علی نقل شده. و اسحاق بن بشر عن ابن عباس رضی الله عنه و عبدالله بن سلام، یعنی هم علماء سابق یهودی هم بر این اعتقادند. و الیه ذهب قتاده و عکرمه و الضحاک و السدی و خلق کثیر. بس این هست الذی مر علی قریة او كالذی مر علی قریة وهی خاویة علی عروشها، یا مثل اون کسی که رفت بر قریه در حالی که اون قریه خاویتون سرنگون شده بود بر سقفهایشان. این کنایه از کمال تخریب است. ببین اگر یه جایی کمی تخریب بشه، 50% تخریب بشه، فقط سقف میفته، دیوارها پابرجان. اما 100% که بشه سقف میفته، بعدا دیوار علی عروشها و هی خاویه علی، دیوار بر سقف میفته، همه میفته. پس خیلی خراب شده بود. بعضی میگن منظور از این قریه روستای بیت المقدس است، بعضی قریه دیگه ذکر میکنند. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها. انا بمعنی کیفه، چگونه زنده میکند این را الله بعد از موتش در دل گفت. فاماته الله 100 عام. الله او را موت داد بعد از اینکه رفت درختی دید و میخواست که استراحت بکنه و حیوانش را اونجا بست. فاماته الله 100 عام. الله او را موت داد، او را میراند 100 سال. ثم بعثه، بعدا او را بلند کرد. قال کم لبثت، به او گفت چقدر ماندی؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، او گفت که ماندم یک روز یا بعضی از روزها. الله می فرماید نه، قال بل لبثت 100 عام، 100 سال ماندی. دلیلش را نگاه کن. فانظر الى طعامك و شرابك لم يتسنه. این نمونه قدرت است.
ببین طعامت را و نوشیدنیت را که لم یتسنه، خراب نشده، ذره خراب نشده. وانظر الى حمارک، و نگاه کن الاغت را که چطور ما او را دوباره زنده می کنیم. ولنجعلک آیة للناس، خود تو را ما دلیلی برای مردم قرار می دهیم. یعنی چه؟ یعنی یکی از نمونه های قدرتمان و نظیری برای اینکه بعث بعد الموت میشه. ای دلالتا علی البعث بعد الموت، قرطبی گفته. آیه یعنی دلالتا علی البعث بعد الموت. ای نبی من عزیر، خودتو چی میشی؟ یکی از دلائل میشی که بعد از موت انسان بعث میشه، بعد از موت دوباره زنده میشه، چنانچه تو را بعد از موتت ما زنده کردیم. وانظر الى العظام، و نگاه بکن به استخوانها که کیف ننشزها، چگونه اونها را ما جمع میکنیم. کنایه از زنده کردن هست، از این طرف اون طرف استخوان جمع میشه و زنده میشه. ثم نکسوها لحما، سپس آنها را گوشت میپوشانیم. سبحان الله، وقتی که این قدرت الله را دید، اون انسان چه حالی داشته اون ساعت. فلما تبین له، وقتی که برایش واضح شد همه اینها، قال اعلم ان الله على كل شيء قدیر، گفت من یقین دارم، من میدانم که همانا به الله بر هر چیز قادر هست، بر هر چیز الله عزوجل قادر هست. پس ببین اینگونه الله دوستانش را راهنمایی میکنه و اونها را به علم الیقین میرساند. و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموت، این تتمه سوم است که اینم بر قانون اول. قانون اول چی بود؟ که الله ولی الذین آمنوا یخرجونهم من النور من الظلمات الى النور، خدا دوستانش را راهنمایی می کند، دوستانش را هدایت می کند. لذا اینجا هم الله عزوجل نشان میده که چطور من به دوستانم را به علم الیقین میرسانم. ابراهیم علیه السلام ذکر کرد، فرمود پیش به محضر الله عرض کرد و اذ قال ابراهیم رب ارینی، بار اله به من نشون میده کیف تحیی الموتى، مرده ها را چطور زنده میکنی. قال اولم تؤمن، آیا باور نداری، ایمان نداری؟ قال بلا، چرا نه؟ ولكن لیطمئن قلبی، یعنی اسألک الاراءه، از تو نشان دادن را خواستم تا قلب من مطمئن بشه. یعنی کیفیت میخوام بالا بره، کیفیت قلبی، علم الیقین که از علم المشاهده هم بالاتر است، به اون برسم. الله عزوجل دستور داد، قال فخذ اربعه من الطیر، 4 تا پرنده بگیر. این 4 تا پرنده یا مرغ بعضی تعیین کردن، قرآن تعیین نکرده، ما هم تعیین نکنیم، گرچه بعضی گفتن طاووسا و دیکا و غرابا و حماتا، کلاغی بود، کبوتری بود، طاووس بود و خروسی بود. فصرهن الیک، اونها را متمایل کن به سوی خودت. متمایل کن یعنی چه؟ یعنی اونها را با خودت عادت بده که هر وقت صدایشون بکنی بیاند. ثم اجعل على كل جبل، اینجا اندماج است، ای ثم اذبحهن واقطعهن، بعدا اونها را ذبح کن و تکه تکهشون کن و بگذار. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، بر هر جبلی، بر هر کوهی از اونها یک جزئی بذار، یعنی یک تکه بذار. ثم ادعوهن، بعدا اونها را فرا بخوان به سوی خودت، یأتینک سعیا، دوان دوان میاند. چنانچه این کار را کرد، بر هر کوی یک تکه گذاشت، جای پای گذاشت، جای بالی گذاشت. وقتی که صدا کرد همه اجزا با هم دیگه یکی شدند و به طرف ابراهیم همونطور میدویدند. سبحان الله.
اینجا ابراهیم علیه السلام بعد از اون علم قلبی به علم مشاهده رسید. وعلم ان الله عزیز حکیم، و اینو بدان که الله عزیز است، غالب است، هر کاری میکند اما در انجام کارهای الهی حکمت است. اون چیزی که به ذهن میاد یک نکته این که شاید الله عزوجل به همه بندگان این علم مشاهده را نشان نمیده تا الله میخواد که اون مسئله امتحان بماند. همه در امتحان هستند. اگر همه چیز را ما ببینیم، همه اتفاقات را در آسمان چه خبر، فرشتگان چه ترددی دارند، بقیه امور را، اون وقت بالاخره در امتحان نمیمونه. اون وقت انسان همه از ترس و از خوف و مجبوری ایمان میآورند. بالاخره اینها نمونه هایی بودند از دوستی با الله و دوستی با طاغوت، که اونهایی که با الله هستند و الله دوستی اونهاست، یخرجونهم من الظلمات الى النور، اما طاغوت یخرجهم من النور الى الظلمات. اینها نمونه ها بودند. خب دوباره برمیگردیم به موضوع جهاد و انفاق. اصل موضوع همین بود. اینجا الله عزوجل انفاق فی سبیل الله را با مثال ذکر می فرماید. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله. این کلمه فی سبیل الله ترغیب اخلاصه، خاطر خدا، راه خدا باشد. مثال اونهایی که خرج میکنند مالشان را در راه الله، که مثل حبت انبتت، مثل اون دانه ای هست که انبتت رویانده 7 سنابل، 7 خوشه. یک حبه، یک بذر حاصلش چند تا خوشه؟ 7. فی کل سنبلة 100 حبه، در هر خوشه‌ای، در هر سنبلی 100 دانه هست. پس یک دانه چند تا شد؟ 700 تا شد. 700 برابر شد. وقتی که یک دانه 700 برابر میشه، سبحان الله، 1 دلار، 1 تومان، 1 ریال 700 برابر میشه. والله یضاعف لمن یشاء. الله عزوجل برای هر کسی که بخواد بیشتر از این مضاعف میگرداند. چند برابر میگرداند؟ ای بحسب اخلاصه فی عمله. ابن کثیر فرموده یعنی بستگی داره با اخلاصش. یکی 700 برابر، یکی اخلاصش و صدق دلش بیشتره 7000 برابر، یکی 700,000 برابر، یکی 700 میلیون برابر. الله هست که هر چی بخواد به بنده خودش میده. والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. الله واسع و حلیم است، یعنی در دربارش وسعت زیاد است، خیلی دارد. با این چند صد و چند میلیون برابری که بده هیچی کم نمیشه. علیم هستم، خوب میداند الله عزوجل. هیچ کمی در دربار او وجود ندارد. این درباره جهاد است. همه مفسران نوشتن که کسی که در فی سبیل الله بیشتر اطلاق به جهاد میشه. کسی که در راه خدا انفاق میکند او خیلی اجر دارد. خرج فی سبیل الله با خرج کردن برای افراد خیلی تفاوت دارد. این 700 برابر و بیشتر از آن در اینجا وعدهش آمده. نه در بقیه 10 برابر شما خواندید. معنیش این نیست که انسان اونجا خرج نکنه، اونجا هم خرج بکند. همه موارد انسان خرج بکند بهتره. اما بعد از اینکه بحث فی سبیل الله و جهاد آمد، ضمناً بحث انفاق عام هم می آید. انفاق عام کدوم انفاق؟ عمومی، این که شما به این فقیر میده، به اون مسکین میده، به اون بینوا میده، این هم بحثش میاد. اینجا لازم هست که منتی نباشد بر کسی که انفاق میکنیم.
اذیت و آزاری نباشد. عرض کنم که 1000 تومانی 10,000 تومانی بهش دادی مادم 24 ساعت ازش کار بگیری. نه، چنین نباشد. الله عزوجل اینجا بعد از انفاق خاص به انفاق عام میاد و بحث میفرماید الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، آنهایی که خرج میکنن مالهایشان را در راه الله، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، سپس دنبال نمی کنند آنچه که خرج کردن منن هیچ منتی و نه هیچ اذیت و آزاری. لهم اجرهم عند ربهم، برای این افراد هم مزد و پاداششان نزد ربشان هست. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، و هیچ خوفی بر آنها نیست، دفع مضرت نسبت به آینده. ولا هم یحزنون، و هیچ غم و حزنی اونها ندارن درباره گذشتهشون هم درباره آیندهشون که دنیا را مثلا از دست دادن. قول معروف، اینجا الله عزوجل من و اذا را مذمت می فرماید، رد می فرماید، مورد نکوهش قرار میده. الله می فرماید که اون صدقه ای که از پشت سر اون صدقه منت و اذیت باشد، بهتر است اون صدقه را نده. با اون فقیر روی خوشی داشته باش، اخلاقی نیکی داشته باش، همین بسه. او که میاد نده بهش 5000 تومانی را و بعد 4 تا منت هم بگذار، نه، اصلا بهش نده. بهش بگو الله خودش بر تو رحم بکنه، الله مشکلت را حل بکنه. برادر، این همین سخن خوش و سخن نیکو را بگو، بهتر از این صدقه که تو دادی با منت. لذا الله می فرماید قول معروف. قول معروف یعنی چه؟ ای کلام جمیل یرد به السائل، کلام زیبایی که سائل با او چی بشه؟ رد میشه. مثل یرحمک الله، یرزقک الله، خدا بر تو رحم کند، الله تو را خودش رزق بده از خزانه غیبش، یا انشاءالله تعالی اعطیک بعد هذا، انشاءالله بعد از این من بهت میده، الان ندارم. اینطور بگو، این بهتر است. لذا قول معروف، سخن معروف و سخن زیبا و پسندیده، و همچنین و مغفرت. مغفرت یعنی از او درگذر کردن، از حرکتش خوشت نیومد، زیاد چسبیده، آستینت را گرفته، به خاطر خدا به من بده، این نزن تو دهنش، حولش نده، درگذر شدن از او. مغفرت ای ستر لما وقع من السائل، اون را بپوشان، من الالحاف بالمسأله و غیره مما یثقل على المسئول والصفح عنه، چیزی که بر مسئول یعنی بر شما سخت میگذرد، شما اون را ببخشو، از او درگذر شو، بهتر است از اون صدقه که یتبعها اذى، پشت سرش اذیت و آزاری دارد. یتبعها ای یخلفها. والله غنی حلیم، الله عزوجل غنی هست از صدقات مردم، نیازی به صدقات شما نیست، مقصود اصلاح شما است. شما با مال دادن خودت اصلاح میشه، دلت بزرگ میشه، بخل از وجودت میره، همدردی و ترحم در تو پیدا میشه. انسانهایی که بیشتر صدقه میدن اونا ترحم و عاطفه شون خیلی زیاده. لذا الله می فرماید خیر من صدقه یتبعها اذى، بهتر است از اون صدقه که پشت سرش اذیت دارد. والله غنی حلیم، خداوند بی نیاز است، حلیم بردبار است، اینکه شما را زود عذاب نمیده، شما را گرفتار نمیکنه به خاطر شکستن دل فقیر یا به خاطر اذیت و آزار منت، خدا مؤاخذه نمیکنه، حلیم است. بعد از این الله عزوجل مثالی برای بطلان صدقه بیان می‌فرماید که صدقه باطل میشه، صدقه‌تون را باطل نکنید.
و بسیاری از مفسران، غالب مفسران گفتند که این مثال اینجا مراد منافق است. غالب المفسرین علی ان المراد به المنافق که چنین صدقه میده، چون رعاء الناس آمده، نشان دادن مردم منافقه. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، ای کسانی که ایمان آوردید صدقاتتان را باطل نکنید، بالمن والاذی، با منت گذاشتن، با اذیت و آزار. کالذی ینفق ماله رئاء الناس، مثل اون کسی که خرج می کند مال خودش را برای نشان دادن مردم، عدم اخلاص، ریا. ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، در واقع او ایمان ندارد به خدا و روز آخرت. اینا همه اوصاف منافقه. فمثله كمثل صفوان، مثال این انسان مثل صفوان است. صفوان میگن حجر املس، سنگ صاف، علیه تراب، که بر او خاک هست. فاصابه وابل، به او وابلی میرسد، یعنی مطر شدید، باران بسیار تند. فترکه صلدا، اون باران اون سنگ را میگذارد صلدن. صلدن یعنی صاف، بدون خاک، همه خاک ها را از بین میبرد. لذا این اگر چیزکی داشته هم از بین رفت با ریایش، هیچی نمیماند. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، قادر نیستند این افراد بر چیزی از آنچه که کسب کردند. قادر نیستند که بنویسید فی القیامت، در قیامت. یعنی چه قادر نیستند؟ یعنی به خاطر این صدقه هیچ ثوابی به اونها نمیرسه. پایینش بنویسید لا یثابون علیه بشیء، هیچ ثوابی داده نمیشوند. والله لا یهدی القوم الکافرین، خداوند عزوجل چنین قوم کافری را که به ظاهر مسلمان، منافق، هدایت نمیفرماید. خب این بیان چی بود؟ نفقه و خرج کردنی که به خاطر چی باشد؟ انفاق به خاطر ریا، نفاق. و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء، این مثال دوم هست. مثال کسی که مالش را به خاطر رضای خدا خرج می کند، مالش را عرض کنند که با انگیزه خرج می کند. الله می فرماید و مثل الذین ينفقون اموالهم، مثال آنهایی که خرج می کنند مالشان را ابتغاء مرضات الله، برای طلب رضای الله، و تثبیتا من انفسهم، و تثبیتا من انفسهم یعنی پختگی درونشان. پختگی به چه معنی پختگی درونشان؟ پختگی درون یعنی یقین درونی دارند که من این مال را میدم خداوند راضی میشه، چند برابر به من میده، و مهم اینه که مولا خوشنود میشه. تثبیتا من انفسهم به این معنی هست. ببینید مفسرین نوشتن، قرطبی نقل کرده، قال الشعبی و سدی و قتاده ایضا و ابن زید و ابو صالح و غیرهم تثبیتا معناه و تیقنا. تثبیتا من انفسهم یعنی تیقنا، در دل یقین دارند. ای ان نفوسهم لها بصائر في تثبیتهم على الانفاق في طاعة الله تثبیتا، یعنی در نفوسشان این بصائر هست، این بینایی هست در وجودشان، یعنی این بصیرت هست که اونها خرج میکنند و خدا هم راضی میشه، در راه طاعت الله هست و عوض میرسه. خب مثال این انسان که مثل جنت بربوت، این مثال اخلاص است. مثل باغی هست که در یک بلندای قرار داره، ربوه یک جای بالا، که اصابها وابل، به اونجا چی میرسد بهش؟ باران شدید، باران زیاد. هرچی بالاتر باشد باغ و کشت اونجا مفیدتره. فآتت اکلها ضعفین، میوهاش را 2 برابر میده. بقیه اگه یه مقدار میوه میدن، اینا 2 برابر
فإن لم یصبها وابل، اگر بهش باران تند و باران شدید و زیادی نرسد، فطل، همون شبنم هم کفایتش میکنه. شبنمی که اونجا در اون بلندی و باغ هست. والله بما تعملون بصیر، الله عزوجل به آنچه که شما عمل میکنید بیناست. عمل مخلص را هم میداند، عمل ریاکار را هم خوب میداند. لذا الله عزوجل ترغیب میده که انفاق شما با اخلاص باشد، برای ریا نباشد، منافقانه نباشد. و مثال دیگری الله بیان میفرماید برای نفقات فاسده، نفقه‌ای که فاسد میشه. الله میفرماید ایود احدکم ان تکون له جنه، آیا دوست دارد یکی از شما که باغی داشته باشد، من نخیل و اعناب، این باغش نخل خرما و انگور باشد که بهترین و محبوب ترین درختان عرب هست، بهترین میوه ها را داره. از این هر دو شراب درست میشد، هم از خرما و هم از انگور. تجری من تحتها الانهار، از زیر درختانش نهرها چی هست؟ جاری هست. البته بعضی گفتن که نخیل و اعناب را به این خاطر گفتن که اعناب، نخیل هي شجرة البلاد الحاره، در مناطق گرمسیر، و اعناب هي شجرة البلاد البارده، این از درختان مناطق سردسیر است. وقتی که این دو با هم جمع میشن در یک باغی، معلوم میشه اونجا هر چیزی چی میروید. فاجتماعها في بستان واحد من عظیم نعم الله تعالی، خیلی خدا به صاحب اون باغ نعمت داده که دو تا درخت از دو فصل متفاوت اینجا ثمر داده و میوه داده. تجری من تحتها الانهار له فیها من کل الثمرات، برای این انسان در اون باغ است از هر نوع میوه، از هر نوع میوه هست، تنها این دوتا نیستند. و اصابه الکبر، خود این آقا پیر شده صاحب باغ، وله ذریه ضعفاء، بچه های هم ضعیفی دارد، بچه های هم ناتوانی دارد. خب این باغ، منظور اینه که تنها امیدش همین باغه، اگه این نباشه از گرسنگی میمیره، بچه های کوچولو را چکار بکنه. لذا فاصابها اعصار، به این باغ یک طوفان شدیدی، اعصار طوفان شدید، گردباد میرسه به این باغ که فیه نار، در اون یک آتشی هم از فاحترقت، تمام باغ را میسوزاند، باغ آتش میگیرد. خب این تکلیفش چی میشه؟ لذا الله میفرماید که کسی که به خاطر ریا خرج میکند اون نفقهش فاسد میشه، مثل همین کس در اوج نیاز که هیچ چیزی نداره بغیر از این باغ و ضعیف هم شده، این باغ از دستش میره. لذا انسان صدقه‌ای که میده میلیارد بده، ولی اخلاص اگر نباشد در سختترین و شرایط نیاز که بالخصوص در قیامت باشه، این پول به دردش نمیخوره، دردی را درمان نمیکنه. کذالک یبین الله، الله عزوجل این چنین برای شما آیات خودش را بیان میفرماید، نظائر را بیان میفرماید. لعلکم تتفکرون، این علت تبیین است. چرا بیان میکند؟ تا که شما فکر کنید، بیندیشید و شما با اخلاص بدید، با ریا ندهید، با منت و عزا ندهید صدقات خودتون. صدق الله العظیم.